سلام علیکم، بفرمایید. سلام آقای انصاری، ما میخوایم شما بهشتی بشین از گفتن فاطمیه و اینکه حق حدیر نمیدونم به قول شما قطع شده. استاد میگم اگر این مطلبی که شما میفرمایید نمیدونم قصد خلافت و این چیزا، یا مثلا اون هفته گفتین که من زعم ان لهما فی الاسلام نصیب، اگر این چیزایی که گفته میشه اینا برای اینه که ما میخوایم امامان هدایت این حرفا رو زدن برای اینه که مردم هدایت بشن، جهنمی نشن. یعنی خدا فرموده الا لعنت الله علی الظالمین، یعنی کسی که پیرو امامان ظالم خلفای جائر باشه با همراه اونها یوم ندعو کل اناس لعنت الله علی الظالمین. آقای حسینی قرآن رو تفسیر میکنه. قرآن میگه ان الشرک لظلم عظیم. ظلم یعنی شرک. ظلم عظیم یعنی شرک، یعنی آنچه که در قرآن ذکر شده لعنت الله علی الظالمین یعنی لعنت خدا. لعنت یعنی چی؟ یعنی جاودانگی در جهنم. وقتی در جایی از قرآن لعنت ذکر میشه از طرف الله سبحانه و تعالی، این بر کفار است، بر کسانی که شرک میورزند، کفر میورزند. و وقتی که لعنت، الان هیچ مسلمانی رو ما نباید لعنت بکنیم، هیچ مؤمنی، چون لعنت از طرف الله سبحانه و تعالی یعنی چی؟ یعنی جاودانگی در آتش جهنم. اینو لطف کنید تصحیح بکنید، یعنی تفسیر شما اشتباهه. یعنی خداوند شرک نمیکنه به بندگانش. جانم ان الله لا یظلم الناس مثقال ذره، یعنی خداوند به بندگان شرک نمیکنه. اون ظلم از طرف الله سبحانه و تعالی، ظلم از طرف الله سبحانه و تعالی چی است؟ که اون حقی رو که، یعنی در اینجا که ذکر میشه اون حقی رو که بنده‌ای باید بهش برسه نرسه، این منظور این است. اما از طرف بنده نسبت به الله سبحانه و تعالی بزرگترین ظلم چی است؟ این که انسان شرک بیاره. یعنی شما وحدانیت الله سبحانه و تعالی رو وقتی که انکار میکنی در مقابل نعمت‌هایی که الله سبحانه و تعالی به شما داده، شما شرک میورزی، این بزرگترین ظلم است که در حق الله سبحانه و تعالی، همونطوری که میگه و ما قدر الله حق قدره. خب همینجور که شرک در مورد الله داریم، در مورد رسول هم داریم که مسیلمه کذاب دیگران به شریک قرار بدیم. در مورد خلفا هم شرک داریم، این که خلفایی رو که خداوند تعیین نکرده ما بیریم اونها رو شریک کنیم با خلیفه‌ای که خدا تعیین کرده. این هم میشه شرک نسبت به امامت. در کجا گفته که این که فرمودن من زعم ان لهما فی الاسلام نصیب، منظورش این نیستش که گمان کنه ابوبکر و عمر مسلمان بودن، یعنی گمان کنه که اونها در اسلام نصیبی از امامت الهی دارن. این منظور بوده از روایتی که من لهما فی الاسلام نصیب گفتن. و این جریان فاطمیه و اینها، فاطمه خودش را فدا کرد برای که امت پدرش بهشتی بشن، برای که بدونن اینها امامان قاسب بودن. آقای حسینی امیرالمؤمنین اگر ازدواج با دختر ابی جهل کرد، اجازه بدید صحبت امتحان بگید. امیرالمؤمنین اگر با دختر ابی جهل ازدواج کرد، آقای حسینی توبه کرد. آقای حسینی میشنید صدای منو؟ جانم. آقای حسینی ببینید، بله. شما میگید که فاطمه خودش رو فدا کرد تا شیعیان نجات پیدا بکنن، امت پیامبر نجات پیدا بکنن. دقیقاً همین حرف و مسیحیان میگن که مسیح آمد به صلیب خودش رو قربان کرد تا که مسیحیان نجات پیدا بکنن، خودش رو فدای گناهان مسیحیان کرد. یعنی این یک تشابه نیست بین مسیحیت و بین عقیده شماها؟ خب مسیحی‌ها و یهودی‌ها با وجودی که نبوت محمد در قرآن آمده چرا اسلام نمیارن؟ محمد صلی الله علیه و آله و سلم. ببینید برادر عزیز، آقای حسینی تذکر بدم. آقای حسینی وقتی که اسم پیامبر بزرگوار اسلامو میگیرید درود بفرستید صلی الله علیه و آله و سلم. صلی الله علیه و آله و سلم. صلی علی محمد و آل محمد. بفرمایید. ببین
ببینید میگم دور باطل شما میگین که نبوت در قرآن آمده اما امامت نیامده. خب ما اگه پیامبر رو قبول نداشته باشیم چطوری میتونیم قرآن رو قبول داشته باشیم؟ یا اگه قرآن رو قبول داریم چطوری میتونیم پیغمبر رو قبول نداشته باشیم؟ اصلا این دور باطل پیش میاد که شما میگین امامت اصلش در قرآن آمده، در همین سوره حمد هم آمده. خب شما الان ببینید اگه کسی بخواد بهش کجای سوره حمد اومده؟ کجای سوره حمد اومده؟ گذر کنه. کجای سوره حمد اومده؟ اونجایی که فرموده صراط علیه مستقیم، یعنی انسان برای اینکه بهشتی بشه باید از رو پشت خدای متعال عبور کنه، مثل که علل اعراف رجالا اون شب شما تو برنامه چیز گفتین. یعنی این آیه شما واقعیت باور میکنین که علیه باشه احتمال این سوره حمد است. این سوره حمد است. در کجا این سوره حمد اومده این آیه که شما تلاوت میکنید؟ صراط مستقیم علیه نیستش، یعنی کسی نباید از رو پشت خدا عبور کنه که بتونه به صراط مستقیم وارد بهش بشه. من متوجه نشدم آقای حسینی. آقای حسینی معما نگید. الان این سوره حمده، این سوره حمد در قرآنای معروف که تو خونه همه هست، در کجا این اومده این علیه؟ بله غیر المغضوب علیهم کسانی هستن که فاطمه رو به غضب آوردن. اهدنا الصراط المستقیم منظور آقا امیرالمومنین است. هذا صراط علی مستقیم. خود خدا تفسیر کرده صراط مستقیم رو، فرموده صراط در کجا تفسیر کرده؟ در نیستش، این اختلاف قرائت بوده. در کجا تفسیر کرده این؟ در کجا تفسیر کرده؟ در سوره حجر خدای متعال در جواب شیطان گفت که همه خلق تو با عزیزت عمر من گمراه خواهم کرد. خدا در مقابل فرمود قال هذا صراط علی مستقیم. من این صراط علی مستقیم. یعنی اسم علی در قرآن اومده؟ یعنی اسم علی در قرآن اومده؟ حتما اومده. آقای حسینی باید شیعیان جان به شما یک مدال بدن، یک مدال افتخار بهتون بدن به خاطر این کفشیاتتون، به قول آقای قزوینی. در اصول کافی داره دیگه. هذا صراط علی مستقیم رو امام صادق فرمودن این علیه نیستش، علیین هست. در کتاب علی علیه السلام علیین بوده. پیامبر فرموده علیین، منتها آل یاسین رو الیاسین کردن. تشکر از شما. صراط علیین مستقیم رو علیه کرد. تشکر از شما. معنا نداره. یعنی تشکر آقای حسینی. تشکر. کارکن فیکم خلیفتین کتاب الله و اطرت، یعنی شیخین. تشکر از شما. تشکر از شما. تشکر آقای حسینی. تشکر آقای حسینی. تشکر از شما. تشکر. خدا نگهدارتون. واقعا برای چی میگن، برای استراحت، برای تفریح خوبه صحبت‌های آقای حسینی. واقعا کیف کردیم دوستان عزیز. قضاوت با شما دیگه. تحریف قرآن که بگذاریم، اسم علی هم در قرآن اومده.